گروه اولین حاجیان تاجیکستان از مدینه عازم دوشنبه شدند و چند لحظه پس از این در فرودگاه بین المللی پایتخت بیرون می آیند. نزدیکان و پیوندانشان نیز برای استقبال آنها جمع آمدند. سفری که دهم ایون آغاز شده بود و نزدیک یک ماه ادامه کرد. نخستین گروه حاجیان تاجیک را در فرودگاه با گلدسته‌ها استقبال گرفتند. پیوندان حاجیان نزدیک یک ساعت برای استقبال انتظاری کشیدند و منتظر دیدار بودند. این گروه زائران تاجیک عبارت از 165 نفر روز دهم ایون به عربستان سعودی رفتند. آنها به نیت ادای حج فرضی سفر داشتند. این گونه حج تنها در عرفه عید قربان صورت میگیرد، یک ماه طول میکشد و از مجموعه وسیع مراسم ها عبارت است. حج برای کل مسلمانان فرض است اگر قدرت و توانایی داشته باشند. سفر خوب بود، سفر به خیر بود، سفر به برور بود، به برکت بود. از طرف چیزا هم که باشد بسیار خدمت رسانی خوب بود. محمد امین سیدعلی یکی از دیگر حاجیان تاجیک است که چندین سالها آرزوی زیارت خانه خدا را داشت و بالاخره به مقصدش رسید. به عدالتی هم که در وقت به حاجیان کده باشم همه خیلی از گوشم پریده برفت. یک آدمی آرامی خوش روی با چشمای پر آب با زارهای بی پایان با مقصد نیک و عدالت آدمگری انصافگری ما زیارت و نمازگاری کردیم. امسال بیش از 4500 نفر تاجیکستانیان برای ادا کردن مناسک حج به عربستان سعودی رفتند، اما در سال روان برای تاجیکستان 7000 کوتا جدا گردیده بود. دیگر حاجیان تاجیک تا روز 18 ایول برمیگردند.